سیستون ما سیستونیه زابل جان گلستونیه سیستون ما سیستونیه زابل جان گلستونیه جو گندم ساز منه دل مردم زخمنه جو گندم ساز منه دل مردم زخمنه زابولی جو زابول است جای تو درد کیف کو خوش و حال تو زابولی جو زابول است جای تو درد کیف کو خوش و حال تو در شهر کاری نیه کار خزمینش میگم در شهر کاری نیه کار خزمینش میگم تیش خواب بردا دلاور این کارش میگم تیش خواب بردا دلاور این کارش میگم زابولی جو زابول است جای تو درد کیف کو خوش و حال تو زابولی جو زابول است جای تو درد کیف کو خوش و حال تو کشک و روستا قاطیه مالداری کارش میه کشک و روستا قاطیه مالداری کارش میه مالداری کار تو لالا شیرن و شیجان تو لالا مالداری کار تو لالا شیرن و شیجان تو لالا زابولی جو زابول است جای تو درد کیف کو خوش و حال تو زابولی جو زابول است جای تو درد کیف کو خوش و حال تو برداری غمین داری زمینه خواب کو داری برداری غمین داری زمینه خواب کو داری بودومیش برامونه لالجاب کو مال داری بودومیش برامونه لالجاب کو مال داری زابولی جو زابول است جای تو درد کیف کو خوش و حال تو زابولی جو زابول است جای تو درد کیف کو خوش و حال تو بسم الله الرحمن الرحیم. من در محمد آباد بزی است واقع در روستای چکل و روستای فخیره، یعنی وسط روستای چکل و روستای فخیره است. خب این منطقه را زحمت زیاد کشیده خدایی، یعنی هزینه کرده خرج کرده با اینکه پول خدر میاره. یه هزینه که من کرده یک هزینه که فقط هم سرسبزی حساب کو که 4 تا نفر که اینجا میاگرام چشم هم سرسبزی میافته. به هر حال سیستونک ده متاسفانه خوشسالی پیدر پی ما بزور تونسته همجا را سرسبز گردد. انشاءالله که تمام عزیزان و شکر توانشم راسه خلاصه ورسیستو در حد خود هر که 4 تا درخت افکاره خیلی خوبه. دقل یک سرسبزی تنوع در شهر مشمع میشو بیازی خدا و خز مشمع گرفته. برای خب خود مشمع اگر تلاش بکنه بالاخره 4 تا درخت درم سراخ افکاری خودی میشه مثل محمد آباد که حالا مشمع درست کرده. گده کسی که واقعا توانی بیشترم راسه یک گولی از سیستونه یک 5 منه که بخواه هم توی آباد کنه باز از سیستو از اون رونق میافته، از اون کیفیت قدیم میافته. یعنی هر که گراشی بینه یک گل یک سرسبزن فهمه که نه بابا زمینه زابل یک زمان چه باغ چه
روزگاره داشته. یادش مثل باقی قدیم زهک، منطقه دوست محمد، منطقه هامون یا بهتر بگو مهدآباد و لوتک و منطقه پشت یا بدیمی، منطقه خود میوکنگی، این منطقه خود ما نمده میرزا بنجار، چه باقی انگور خوب، ماشاءالله ماشاءالله. یادم میاد خب الان بوچه حالا اگه بگی که واقعا سیستو یک زمان آباد بوده، دریا بوده، مرغ بوده، چود بوده، ماهی بوده، بستونی بوده، مفهمم جباغ بوده، کشاورزی بوده. بعد سیستو غله، یعنی بزرگترین غله ایران بوده، انبار غله ایران بوده. کسی باور این منه. خب باز هم تکره که مثل سبزاره طرف که میاگرامیشو میگه که اینجا جب سرسبز داشت، چی کار میگه؟ میگه بابا اینجا من چهار کل در زحمت کشیده، اگه سیستو میوی نیاز چهار ماکو شو نه و این سرسبزی ازش انشالله که خوشش من بیاد این سرسبزی و این منطقه معلم متعلق و همه است، بخصوص عزیزان طائف بزرگ بزی. انشالله که خوش بشن و زنده بشه به امید دیدار. زابون است جای تو، در دکه تو خوش محال تو، زابون است جای تو.